بنزین قراره گرون بشه، نه یه بار، هر 3 ماه یه بار. واقعا چه بلایی قراره سر راننده اسنپا بیاد. ستونا سلام، حالتون چطوره؟ بچه‌ها تو این ویدیو که خیلی یهویی قرار شد بگیرمش، امروز 14 یعنی از فردا قراره که بنزین گرون بشه. گفتم حالا که قراره گرون شه یه ویدیو در موردش بسازیم و میخوام تو این ویدیو واسهتون آینده رو پیش بینی کنم. کسایی که امروز گفتم 14 آذر 404، کسایی که در آینده این ویدیو رو ببینن لطفا نظرشون رو بگن. حالا چند ماه دیگه میبینن نظرشون رو بگن که ببینیم پیش بینی های من درست از آب در میاد یا نه. پیش بینی که دارم میگم غیب‌گویی نیست، طبق تجربه‌ای که تو گرونی قبلی اتفاق افتاد بخوام بگم. خب دولت گفته که قراره به راننده های اسنپ، یعنی تاکسی های اینترنتی کلا، یا سهمیه بنزین تعلق بگیره یا ما به تفاوت، مثل دوره قبل ما به تفاوت بنزین رو تو حساب بانکیشون بریزید. از همین کلمه یا گفتنه میتونید بفهمید که اصلا مشخص نیست میخوان واسمون چی کار کنن و مشخصه که حد اکثر، یعنی حد اقل ببرش حد اقل تا چند ماه آینده هیچ کاری واسمون نمیکنن. یا یعنی بین ما اختلافه، بین علما هنوز اختلاف تایید نکردن که واسه ما قراره چه تصمیمی بگیرن. یا بهتون سهمیه میدیم یا ما به تفاوتشون میدیم. حالا بذار امسال تموم شه. سری قبلم دقیقاً همین اتفاق افتاد. سری قبلی که بنزین گرون شد دقیقاً همین اتفاق افتاد. تا چند ماه اصلا هیچ کاری واسه ما نکردن. 2 یا 3 ماه بعد 3 ماه قرار شد که به میزان پیمایشمون پول بهمون بدن، یعنی به مثلا پول به لیتر بنزین، همون ما به تفاوتی که الان میگم بهمون بدن. بعد پیمایش‌ها رو اسنپ حساب میکرد. چند ماه اولو که ندادن، چند ماه دادن، اونم نصف نیمه، یعنی مثلا میگفت 1000 کیلومتر مثلا بری مثلا 200 لیتر بنزین بهت میدم، اونم نمیدادش، 100 لیتر میداد. این چند ماه هم که گذشت، چند ماه بعدیشو که تا 1 سال 1.5 سال ادامه پیدا کرد، اسنپ حساب میکرد، هیچ پولی به حساب ما نمیومد. که بعد دولت عوض شد، نمیدونم چی شد که دیگه اومدن گفتن اصلا بهتون نمیدیم. ما گفتیم مگه جرأت دارید ندید؟ گفتن آره میخواید چیکار کنید؟ گفتیم این چی داشت ندید چیکار کنید. پس روی این قضیه سهمیه بنزین و ما به تفاوت و اینا زیاد حساب نکنید، چون که مثل دوره قبل قرار نیست اون یعنی چیزی دست و بالتون رو بگیره. نهایت به عنوان کمک خرج میتونید روش حساب کنید، اونم همیشه نه. یعنی خیالتون راحت نباشه که خب واسه ما گرون نمیشه. میدونم اکثرتون اینو میدونید، کسایی که دارن کار میکنن، ولی کسایی که تازه اومدن و کسایی که میخوان در آینده بیان این قضیه رو نمیدونن و فکر میکنن اسنپ الان میخواد بنزین رو حساب کنه. و یه چیزی که اون زمانم مد شده بود بعد گرونی، الانم دوباره مطمئنم میخواد مد بشه. این دوره میدونیای اسنپ که ثبت نام میکنن یه بنر میزنن اندازه قد دایناسور، سهمیه بنزین رایگان اسنپ. این یک رو مخ من بود، سهمیه بنزین رایگان. خب حالا باید چیکار کنیم؟ راه حل چیه؟ راه حل داداش اینه که اگه میخواید کار کنید باید ببین، ما تا الان روی انتخاب سفرمون باید دقت میکردیم. از الان باید 10 برابر دقت کنیم. نه فقط روی انتخاب سفر، بلکه بیشتر روی مسافت. یعنی تا الان مسافت‌های دورتر رو اسنپ مفتر میزد، هممون میدونیم مسافت‌های نزدیک بیشتر میصرفید از نظر استهلاکی، ولی مسافت‌های دوری کمتر میصرفید. پس از این به بعد باید بیشتر دقت کنیم، حساب کنیم ببینید داشت ماشین سری چند میسوزونه وقتی میخوای مثلا یه مسافتی رو بری. بعد که حساب کنی میبینی که چقدر ضررت میشه. بعد الان فقط بحث 2000 تومان نیست، بحث اینه که هر 3 ماه یه بار به گفته خودشون قراره گرون کنن. یعنی الان ما به تفاوتش میشه 2 تومن، 3 تومن شده 5 تومن. 3 ماه دیگه میبینی 5 تومنی که الان 7 تومن، 10 تومن تا خدا میدونه. و یه چیزی رو دلی بهتون بگم بچه‌ها، تو یه ویدیوی دیگه هم گفته بودم این سر صندلی‌ها. یه ویدیو دیگه هم گفته بودم اینکه قیمت رو، کرایه رو راننده تعیین میکنه، ما تعیین میکنیم، نه اسنپ. اسنپ فقط پیشنهاد میده که آی راننده، آیا حاضر این مسیر 100 کیلومتر یا 100,000 تومان بری؟ من بگم نه، تو بگی نه، محمد بگه نه، اصغر بگه نه. اون سری هم همین مثالا رو فکر کنم زدم. همه بگیم نه، میگه خب 150 تومان چی؟ خب 200 تومان چی؟ ولی وقتی ببینه که علی خب با همون 100 تومان رفت، میگه پس لق محمد و احمد و اصغر میگرده دنبال علی و رفیقاش، اینا اصلا 100 تومان میبرن، شما میخواید نرید. پس اندکی تفکر قبل از زدن دکمه قبول سفر خیلی لازمتر میشه از این به بعد. نه تنها فقط بحث اختلاف قیمت بنزین نیست، بحث اینه که هر گرونی رو بنزین گرونی داره رو کل لوازم استهلاکی و کل مایحتاج زندگی ما. رئیس جمهور آمریکا از اونوری حرف میزنه نون ما گرون میشه. دیگه تو فکر کن بنزین قراره گرون شه، بنزینی که باهاش نون میاد.
بنزینی که باهاش لنت میاد، لنت مواد اولیه‌اش ماشین میبره، همه چی ماشین میبره، همه چی به این بنزین ربط داره. پس آینده سختی در انتظارمون. خلاصه اینکه بیشتر واسه خودتون، بدنتون، ماشینتون، وقتتون ارزش قائل بشید. هر چیزی، هر پولی ارزش به دست آوردن نداره. همونطوری که پول زیاد تو بعضی چیزا ارزش به دست آوردن نداره، باید در قبالش یه سری چیزا رو بدی. پول کم هم همینه. پول کم میگه خب اینجا تا اونجا میرم، کار ساده ایه، ولی داداش داری شخصیت تو، ماشینت تو، سلامتی تو، ذهنت تو، اعصابت تو همه رو میذاری، بعد میخوای بری به خاطر 20000 تومان. اگه ارزش قائل بشی این کارو نمی‌کنی. و نکته آخر این که داداش این کار همونطوری که تو اینستا گفتم خیلی وقته که مرده، یه سالی میشه. الان دیگه تقریبا مراسم تشییع جنازه‌شه، فاتحه‌شو باید بخونیم و بسپاریمش به خاک. بهترین کار اینه که از الان یه فکری به حال خودمون بکنیم. من فکرشو کردم، میخوام به شما بگم که شما استفاده کنید. حالا بحثش مفصل، یه ویدیو دیگه میسازم که بگم چیکار کنید که تو این چند ماه باقی مونده تا پایان سال، نهایت تا چند ماه بعد سال دیگه هم چیکار کنیم که از شر این استمکار کردن راحت بشیم. کم کم سخته ولی شدنیه. وقت کنم یه ویدیو حتما در موردش میسازم. اگه خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید، به من انگیزه میده. نظرتون رو حتما به من بگید، خیلی مهمه واسم. و سابم بکنید، زنگوله رو بزنید که سابتون نپره.